گایز بریم سراغ داستان استیو پیچ خورده و بز نصف خورده شده. داستان تویست استیو یا استیو پیچ خورده از 3 تا پلیری شروع میشه که دارن توی یه سرور ماینکرافت سروایوال بازی میکنن، اما به نظر میاد که اونا یه مپ آماده دانلود کردن، مپی که داخلش یه سری استراکچرهای آماده وجود داره، مثل همین خونه‌ای که الان اونو پیدا کردن و خیلی هم برای پیدا کردنش ذوق کردن. قبل از اینکه برن داخل خونه بحثایی بینشون رد و بدل میشد، مثلا این پلیری که ما داریم از دیدش بازی رو میبینیم راجع به اون طرح صورت کریپر پشت این دوتا پلیر نظر میداد و مسخرهشون میکرد. اون دوتا دیگه راجع به حیوان خونگیشون صحبت میکردن، یکیشون میگفت این گوسفند قرمز مال منه، من اینو میخوام. اون یکی میگفت که من گاو دوست دارم به عنوان حیوان خونگی نگه دارم. این یکی هم دیگه میگفت من خیلی سگ دوست دارم نگه دارم. هیچی دیگه، میرن داخل خونه رو یه نگاهی بندازن. خونه رو که چک میکنن خیلی خوششون میاد چون که به شدت مجهز بوده و یکیشون هم میگه که وای چقدر بزرگه، یکیش خونه ما هم توی واقعیت انقدر بزرگ بود. خلاصه برای پیدا کردن این خونه خیلی ذوق داشتن. یکی دیگه شون میگه که آقا باید کامندای بازی رو روی حالتی بذاریم که هیچ وقت شب نشه و همیشه روز بمونه. من نمیدونم اینجوری مگه حال میده اصلا، ولی دیگه خلاصه از این بحثا داشتن تا اینکه تصمیم میگیرن از خونه بیان بیرون و برن دوباره سراغ ماجراجوییشون ببینن که چی پیدا میکنن. اون دوتا غور میزدن میگفتن آقا ما تازه رسیدیم به این خونه بذار استراحت کنیم، ولی اون میگفت نه باید بیاین. هیچی دیگه، راه میافتن به همون سمتی که اون رفیقشون که اصل کاری بود مشخص کرده بود و میرن به همون جهت. توی راه دوباره راجع به گیم مود بازی بحثشون میشه. میگه که آقا بازی رو روی چه حالتی گذاشتی؟ میگه گذاشتم روی حالت پیسفول. اون یکی میگه که نه بذار روی حالت نورمال، یکی دیگه میگه بذار روی حالت ایزی. دیگه خلاصه بحثایی هم راجع به این موضوع داشتن و بعدش میرن مسخره بازی در میارن. مثلا میرن خودشونو به یک کاکتوس میخارونن، مثلا کمرشون میخاره اینجوری خودشون میخارونن. چه کاریه؟ تا اینکه بالاخره بعد از یه مدتی میرسن به نوک تپه‌ای که خیلی صاف بوده و برای ساختن خونه و سازه و اینجور چیزا خیلی مناسب و خفن و کامل بوده. دوتاشون هم پیشنهاد اینو میدن که آقا اینجا بیا یه خونه دوم بسازیم، خوراک خونه ساختن خیلی خوبه. تا اینکه یکیشون یه چیزی رو میبینه. اون میبینه که از توی یه دره تنگ و تاریک توی فاصله دور یه نور درخشانی میاد بالا. اینو به دوستاشم میگه. دوستاشم با کمال تعجب میگن که خب اون چی میتونه باشه؟ اونم میگه که نمیدونم، باید حتما بریم ببینیم که چیه. تا اینکه بالاخره تصمیم نهاییشون این میشه که برن سمت اون دره تاریک عجیب و غریب که ازش یه نور زده بیرون. اونا وقتی که میرسن به این دره باریک، اونجا یه چیز خیلی عجیب میبینن که این دره پر لاوا و مواد مذاب شده. اصلا همچین چیزی غیر ممکنه توی ماینکرافت. جایی که این همه لاوا یه جا وجود داشته باشه توی اوورورلد یه چیزیه که خیلی کمیاب، اصلا اتفاق نمیفته. یعنی چی کمیابه؟ خلاصه خیلی براشون عجیب بود و با خودشون میگن که بابا چقدر ماینکرافت آپدیت‌های جدیدش عجیب شده. یعنی چی؟ این چی میتونه باشه؟ یکی دیگه شون میگه که آقا ممکنه کار یه نفر دیگه باشه، اصلا نمیتونه کار طبیعت ماینکرافت باشه. سه تاشون خیلی ترسیده بودن، تصمیم میگیرن که همین مسیر رو برگردن برن خونهشون و وقتی که میرسن به خونه یه ذره محیط اطراف خونه رو هم میگردن. تا اینکه این پلیری که ما داریم از دیدش بازی رو میبینیم یه موجود خیلی عجیب و غریب که اسکین استیوی که قیافه عجیبی داره رو داشت و داشت میومد از غار بیرون که یهو ناپدید شد. اینم سریع به دوستاش میگه که آقا من یه نفر رو دیدم که همین الان از غار اومد بیرون و خیلی زود ناپدید شد و میگه که بیایم بریم غار رو چک کنیم. آقا اینا میرن لبه غار. اون دوتا دوستش جرئت نمیکنن همراهش برن توی غار دنبال این موجود بگردن. تصمیم میگیره که در نهایت خودش بره. این با کلی درد و استرس میره توی اعماق غار. همینجوری استرس میکشیده که نکنه یه وقت این موجود بیاد سمتش و میرفته پایین تا اینکه به یه اسپانر زامبی میرسه. چست کنارش رو لوت میکنه و وقتی که میاد سمت اسپانر یهو خودش ناپدید میشه. اینم خیلی میترسه و اینو با دوستاش در میون میذاره و تصمیم میگیره که دیگه از غار بیاد بیرون. اما وقتی که میاد بیرون اون موجود رو میبینه، موجودی که دائما بهش ظلم میزنه و ناپدید میشه. این هم سعی میکنه که یه جوری خودش رو از غار خارج کنه. به همین خاطر قایم میشه، دوباره با این موجود روبرو میشه. این موجود غیب میشه، این دوباره باهاش روبرو میشه. میفهمین چی میگم؟ یه داستان پیچیده‌ای داره این موجود ترسناک تا اینکه در نهایت موفق میشه که برسه به اون ورودی غار. اما خب انقدر ترسیده بوده که از غار نمیومده بیرون تا اینکه هوا
تاریک میشه و تصمیم میگیره که برگرده خونه پیش دوستاش. وقتی که میرسه به خونه هیچ اثری از دوستاش نیست، هیچ کدومشون رو نمیبینه و این داستانو خیلی خیلی ترسناکتر هم میکنه و وقتی که میره به طبقه بالا میبینه که یکی از چوبای خونه شروع میکنه به سوختن و آتیش گرفتن، همینطور چوبای بعدی و کم کم خونه کامل آتیش میگیره و این پلیر هم سعی میکنه که بره اطراف خونه رو بگرده ببینه دوستاشو پیدا میکنه یا نه. اینم بهتون بگم که این پلیرها تازه با هم آشنا شده بودن و اونقدر صمیمی نبودن که شماره همدیگه رو داشته باشن. خلاصه اینقدر میگرده تا با یه پورتال مواجه میشه، یه پورتالی شبیه پورتال ندر که به احتمال زیاد خود پورتال ندره. این به این پورتال ترسناک سعی میکنه که نزدیک و نزدیکتر بشه و حتی بره داخلش، اما وقتی که وارد این پورتال میشه با اون موجود ترسناک روبرو میشه، موجودی که به سرعت از پشت سر به اون یه جامپ اسکر وحشتناک میزنه. هکری که پشت این کریپیپاستا بوده، هر کی که بوده هدفش فقط اذیت کردن بوده، خدا رو شکر هدفش کار دیگه ای نبوده مثلا کشتن یا دزدی. به هر حال امتیازتون رو به این کریپیپاستا حتما تو کامنت ها بگید. حالا بدون معطلی بریم سراغ داستان هفیتن گوت یا بز نصف خورده شده. این داستان راجب یه پلیره که داشته سروایوال بازی میکرده، اونم کاملا تنهایی بدون هیچ دوست و رفیقی. توی ورلد خودش مشغول فعالیت‌های مختلف بوده، مثلا اطراف خونش پرسه میزده، دیگه چه میدونم میرفته ابزارایی که نیاز داشته رو میساخته، مثلا میره ابزار سنگی میسازه، تبر سنگی، کلنگ سنگی میسازه، خودشو یه ذره لول آپ تر میکنه، میره چوب ماین میکنه. بعد از اون دیگه میره سنگای اضافه اطراف خونش رو ماین میکنه، دوباره یه گشتی میزنه، بعد میاد همون سنگا رو به عنوان یه دیزاین برای ورودی خونش میسازه. خیلی کارهای مختلفی انجام میداده. وقتی که مشغول این فعالیت‌های مختلف و حوصله سربر بوده، هوا آروم آروم تاریک میشه و وقتی که هوا تاریک میشه یه صدای بز به گوش میرسه، اما این صدای عادی نیست. این صدا یه نسخه خیلی ترسناک از صدای بزه و این پلیر هم متوجه این موضوع شده بود و هی داشت دنبال این بزه میگشت. هرچی که اطرافش رو نگاه میکرد پیداش نمی‌کرد و تصمیم میگیره که از یه درخت خیلی بلند بره بالا و از ارتفاعات مختلف اونجا رو چک کنه تا ببینه که آیا میتونه این بز عجیب رو پیدا کنه یا نه، اما هرچی که بالاتر میره نمیتونه ببینتش، تا اینکه خیلی میترسه و دیگه سریعا فرار میکنه و با تمام سرعت میره سمت خونش و اون داخل پناه میگیره. اما بعد از چند دقیقه که دیگه صدای اون بز رو نمیشنوه تصمیم میگیره که آروم آروم از خونه بیاد بیرون و دوباره اطراف خونه رو بگرده ببینه که پیداش میکنه یا نه. اما بعد از یه مدت طولانی گشت و گذار داخل جنگل به دنبال این بز، یهو صدای وحشتناک این بز دوباره به گوش میرسه. این پلیر هم که ترسوی عالم بوده خیلی با سرعت زیادی برمیگرده به خونش، اما این دفعه میگیره میخوابه تا هوا روشن بشه. وقتی که خوابید و هوا روشن شد دوباره تصمیم میگیره که از خونه بیاد بیرون، اما این دفعه وقتی که شروع میکنه به گشتن اطراف خونش میبینه که توی ورودی یکی از غارهای بزرگ اطراف خونش کلی استخون و گوشت زامبی و کلی ردستون بلاک و ردستون داست و کله استی وجود داره که همه اینا نشونه کشتن آدمای مختلفه. یه سری نمادهای خاص که برای ترسناک بودن ازش استفاده میکنن هکرها. و بعد از یه مدت کوتاهی دوباره صدای این بز وحشتناک به گوش میرسه. اینم میترسه و دوباره فرار میکنه میره داخل خونش. این دفعه سعی میکنه برای خودش یه شمشیرم بسازه و یه خورده خودشو آماده تر کنه. دوباره میومده بیرون، دوباره مثلا بعد از یه مدت گشتن دوباره صدای بزه میومده، این میترسیده میرفته داخل خونه ولی خود بزه رو نمیدیده. این موضوع تا آخر شب ادامه داشته و هر چی که این میرفته بیرون رو چک میکرده بازم این بز رو نمیدیده با اینکه صداشو میشنیده. اما آخرای شب بود که وقتی از خونه رفت بیرون تا اونجا رو چک کنه ببینه بزه رو پیدا میکنه یا نه، میدید که نیست و تصمیم میگیره که برگرده به خونه. اما وقتی که برمیگرده و در رو باز میکنه با بز نصف خورده شده روبرو میشه. بز ترسناکی که به عنوان یک کریپی پاستا شناخته میشه.
این بازو نمیدونم کدوم هکر مریضی ایدش آورد، ولی خب دیگه اتفاق افتاده. یه نکته مهمم بهتون بگم بچه‌ها، این ویدیوهایی که ما از کریپی پاستا بهتون نشون میدیم اکثرا ویدیوهاشون فیکه، داستانا واقعیه ولی ویدیوها فیکه. چون که خودتون میدونین دیگه وقتی توی خلوتتون دارین ماینکرافت بازی میکنین شما ویدیوشو که نمیگیرین، فقط این اتفاقات میفته و بعد شما میایین موضوعتون رو تعریف میکنین. وقتی که موضوعتون رو تعریف میکنین یه سری یوتیوبر هم میرن داستان موضوعتون رو مثلا میسازن ویدیوشو. پس اینا اکثرا ویدیوهای ساخته شده یه داستان واقعیه. گفتم بهتون بگم اونایی که نمیدونن. دمتون گرم، مرسی ویدیو رو دیدین. حتما تو کامنت بهم بگین که کدوم کریپی پاستا هستن که دوست دارین داستانشون رو براتون بذارم. عشق منین. تا ویدیو بعدی، فعلا بای بای.